اما فصل اول در این کتاب مبارک آداب الطالب علم، اهمیت طلب العلم و فضله. فصل اولی که ما سخن میگوییم، صحبت میکنیم از این کتاب مبارک، بیان اهمیت علم و فضیلت علم. که گفتیم فصل اول بیان اهمیت علم و فضیلت آن از دو مبحث شیخ در اینجا اشاره میکند. یکم اهمیت علم، دوم فضل علم. میپردازیم به نقطه اول که بیان اهمیت علم است. بیان اهمیت علم. شیخ حفظه الله تعالی میفرماید که اهمیت العلم، اندر بیان اهمیت علم میفرماید عنی الاسلام بالعلم ابلغ عنایت. اسلام با علم دقت بسیار و کامل داده است و اتمها. اسلام از برای آموزش علم یک دقت خیلی بالا و بسیار و کامل داده است و دعوتا الیه و ترغیبا فیه، و همچنین به سوی آموزش علم مردم را دعوت کرده است و ترغیبا فیه دعوت کرده است و تعظیما لقدره، و همچنین قدر و منزلت این علم را بزرگ داشته است. قدر و منزلت این علم را چه کرده است؟ بزرگ داشته است. و تنویها باهله و بیانا لآدابه، و میفرماید که اهمیت آن را روشن بیان کرده است. اهمیت این علم را الله سبحانه و تعالی روشن بیان کرده است. به خاطر چیز؟ هو اهم مهمات، چون یک از مهمترین مهمات است آموزش علم. برای همین اهمیت دادن برای این آموزش علم باید انسان چیز؟ یک اهمیت ویژه‌ای بدهد. من دلایل اهمیته ما یاتی. سپس شیخ میفرماید که از نشانه‌های اهمیت دادن با آموزش علم این چیز هست. اولین آیه‌ای که انزلت نازل شد، اولین آیتی که برای این امت نازل شد بیان تشویق بر علم است. بیان چیز؟ بیان تشویق کنندن مردم بر آموزش علم است. قول الله سبحانه و تعالی است که هر یک ما این سوره رو میدونیم، سوره علق، اقرا باسم ربک الذی خلق. اقرا، بخوان. برای همین این امت اقرا است. احکام شریعت رو خوب آموختن و تعلیم گرفتن. اقرا باسم ربک الذی خلق، بخوان به نام پروردگارت که آفرید. اقرا گفت، بخوان فعل امر است، امر کرده است. به نام پروردگارت احکام شریعت را خوب آموختن لازم است. ربوبیت و الوهیت و اسم و صفات او را خوب تعلیم گرفتن است. الذی خلق، آن پروردگاری که آفرید. چون اگر انسان در آفرینش تأمل کند بیاندیشد، میفهمد که یک آفریننده هست که آفریده است. هنگام این را پی برد، باید عبادت را از برای او صرف کند، نه از برای کسی دیگری. این اولین چیزی است که شیخ در اینجا در بیان اهمیت علم برای ما تاکید می‌نماید. یکم چیز، اقرا باسم ربک الذی خلق، بخوان به نام پروردگارت که آفرید. دوم، هدایت الخلق و سعادتهم بالعلم. این نقطه اهمیتناک است. هدایت خلق، هدایت همه این آفریده ها و سعادت آنها تنها با علم باشد. سعادت مردم و هدایت آنها نمی باشد تنها با علم. و شیخ می‌فرماید که و حاجتهم الیه اشد من حاجتهم. حاجتمندی مردم، نیاز آنها به علم از نیازشون به خوردن و نوشیدن ها بیشتر است. الی الاکل و شرب. نیازمندی مردم را در این شیخ بیان می‌نماید که از خوردنی ها و نوشیدنی ها ده انسان بر آموزش علم و تعلیم آن بیشتر نیاز دارد. و در اینجا شیخ اقتباس میگیرد سخن امام احمد ابن حنبل را رحمت الله علیه که صاحب مذهب است. قال امام احمد فرمود رحمت الله علیه: الناس الى العلم احوج منهم الى الطعام والشراب. میفرماید شیخ رحمت الله علیه مردم بر علم، بر آموزش علم از آن که بر طعام و بر شراب در نیازمند هستند، بر این علم نیازمندشون بیشتر است. نیازمندی مردم بر علم از طعام و شراب در بیشتر است. امام احمد فرمود که لأن الرجل يحتاج الى طعام، چون که انسان مرد بسوی بر طعام نیازمند است، بر طعام نیاز دارد و بر شراب هم نیاز دارد. فی الیوم مره، انسان در یک شبانه روز، شیخ میفرماید امام احمد که یک روز یا که دو بار بر طعام نیاز دارد و بس، یک بار یا دو بار بسنده است، کفایتش میکند. و حاجته الی العلم بعدد انفاسه، اما حاجت و نیازمندی بنده بر علم به مانند شماره نفسهایش است. بیان فضل علم این را ابن قیم در مدارج السالکین در مجلد دوم قول امام احمد را در بیان فضل علم ذکر نمودند. سوم، شیخ ابن قاسم می‌فرماید تعلیم العلم و مهمت الرسل الی اقوامهم. آموزاندن علم، آموختن علم، آموزاندن علم از مهمترین وظیفه های رسولان است. آموزش علم و رساندن علم از نقطه های مهمی وظیفه های رسولان است. آموزاندن علم از مهمترین وظیفه های رسولان است. و الله سبحانه و تعالی از ابراهیم علیه السلام می‌فرماید ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک. پروردگار ما، پروردگارا،
در میان آنها پیامبر از خود آنها بفرست که آیه های تو را بر آنها تلاوت کند و یعلمهم الکتاب و الحکمت و یزکیهم و آنها را کتاب را تعلیم دهند و حکمت را برای آنها بیاموزاند و یزکیهم و آنها را پاک بگرداند. انک انت العزیز الحکیم، بدرستی که تو ای پروردگار عزیز هستی و حکیم هستی. و همچنین قول الله سبحانه و تعالی بر محمد صلی الله علیه و سلم که فرمود لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته. البته بدرستی که الله سبحانه و تعالی بر مؤمنان منت نعمت بزرگ گذاشته است، یا که نعمت بزرگ نهاده است وقتی که در میان آنها پیامبری از خود آنها برانگیخت فرستانید که آنها را آیه های قرآن را برای آنها تلاوت میکنند. صلی الله علیه و سلم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و آنها را پاک میسازد و بر آنها کتاب و حکمت را تعلیم میدهد و این کان من قبل لفی ضلال مبین، اگرچند که پیش از این در گمراهی عظیم و آشکار بودند. و همچنین قول الله سبحانه و تعالی هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، او پروردگار است که رسول را فرستانید، رسولش را محمد صلی الله علیه و سلم فرستانید بالهدى بر هدایت و دین حق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، تا آنها را بر همه دین ها پیروز بگرداند اگرچند برای مشرکان این ناخوشایند باشد، اگرچند برای مشرکان این خوش هم نیاید، ولیکن الله سبحانه و تعالی دینش را بر دیگر ادیان پیروز میگرداند. و شیخ میفرماید که والهدى هو العلم النافع و دین الحق، هدایت در این قول الله سبحانه و تعالی این علم منفعت بخش است. هدایت در این قول الله سبحانه و تعالی که الله فرمود هو الذی ارسل رسوله بالهدى، اون پروردگار است که فرستاد رسولش رو بر هدایت این علم نافع، علم منفعت بخش است. و دین الحق و دین حق این عمل صالح است، چون دین در قرآن به معنی عمل کردن می آید، چون یک در سوره بینه هم ذکر شده است. چهارم العلم سابق العمل و دلیله، میفرماید که علم سابقه داری یا که پیش قدمی عمل می باشد. علم پیش قدمی عمل است، یعنی پیش از آن که تو عمل بکنی بعد علم بیاموزی، با آن علمی که میآموزی با آن عمل بکنی، نه اینکه بدون علم عمل بکنی. پس علم پیش قدمی عمل و راهنمایی آن است. فلا تصح الاعمال ولا تقبل الا بالعلم، هیچ عمل از بنده صحیح نمیگردد و قبول نمیگردد نزد الله سبحانه و تعالی مگر با علم. چگونه که الله میفرماید فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنین والمؤمنات. فاعلم فعل امر است، امر کرده است، بدان اینکه معبود بر حق جز الله نیست، شناخت پروردگار. واستغفر لذنبك، و از گناهان خود استغفار نما و از برای مؤمنان و مؤمن مردم و مؤمن زنان استغفار نما. و پنجم العلم الذي اثنى الله علیه و علم شرعی، بدونید بردان و خواهران گرامی که آن علمی که الله سبحانه و تعالی او را ثنا گفته است، علمی که او را الله سبحانه و تعالی در کلامش ستایش کرده است و رسول الله برای ما آن را آموزانده است، این علم شرعی است. علم شرعی را الله سبحانه و تعالی ستایش کرده است. و ما سواه واسطه الیه، و غیر علم شرعی هر سه دیگری هست، این یک وسیله است به سوی این علم، یک راه است به سوی علم. و مثل علم نحو وسیله است برای احکام شریعت را فهمیدن، یا که کمک کننده است. میفرماید تو را کمک مینماید تا که تو فهم درست بگیری. کل علوم دنیوی، مثل علمهای دنیوی فهم انسان، درک انسان را هم بیشتر میگردد برای معرفت حقیقت با حقیقت پروردگار درک کردن، تدبر اندیشیدن. قال ابن رجب رحمت الله علیه میفرماید که فافضل العلم، افضل ترین علمها العلم بالله، شناخت پروردگار است. علم در او سبحانه و تعالی است. افضل ترین بهترین علم ها این معرفت الله سبحانه و تعالی بود است. خوب اهمیت دهید برادران. برای چی این نقطه را ذکر می نماید؟ چون بیشتر از مردم به علم های گوناگون مشغول هستند، در حالی که از علم شناسایی پروردگارشان، معرفت پروردگارشان دور هستند. پس علم به الله چی است؟ شناسایی معرفت الله چی است؟ شیخ میفرماید که هو العلم باسمائه و صفاته و افعاله، آن علم است که شناسایی با نام های او سبحانه و تعالی و صفات او سبحانه و تعالی و فعلهایش می باشد. التي توجب لصاحبها معرفت الله و خشیته و محبته. آن علم شرعی، این علم شناسایی الله سبحانه و تعالی، معرفت الله سبحانه و تعالی با نامها و صفات و فعلهایش
واجب میگرداند صاحبش را شناخت الله سبحانه و تعالی را ترس در قلب صاحبش، شناخت الله ترس در قلب صاحبش، محبت به سوی پروردگارش و هیبت الله سبحانه و تعالی و جلالت او و عظمت او را در قلب بنده چکار می‌نماید؟ بزرگ می‌نماید و توکل به سوی او سبحانه و تعالی و رضا از او سبحانه و تعالی. خوب اهمیت دهید برادران. پس این از برادران گرامی معرفت اساسیه که ما باید بر این اهمیت ویژه‌ای بدهیم، چون علم شرعی را الله سبحانه و تعالی تعریف و وصف کرده است. الله سبحانه و تعالی این علم شرعی را تعریف کرده و وصف کرده است و اهل این علم شرعی را یک مقام ویژه و بزرگ قرار داده است، برخلاف علم‌های دیگر. چون آموزش علم معرفت الله سبحانه و تعالی در قلب بنده خشیت ترس را با علم پیدا میکند، محبت بنده را با پروردگارش بیشتر میگرداند و هیبت و هیئت الله سبحانه و تعالی را اجلال او و عظمت او را در قلب بنده بیشتر میگرداند. این است که به سوی او سبحانه و تعالی بنده توکل کننده میشود و الله از او بنده راضی میگردد و بنده از الله راضی میگردد و میفرماید که و این علم را پیگیری مینماید و یتبع ذلک، این علم را پیروی مینماید العلم بملائکته و کتبه و رسله، علم پیدا کردن به ملائکه هایی که الله سبحانه و تعالی آفریده است و کتاب هایش و رسولانش و روز آخرت و همه این قسمت را، تفاصیل این قسمت را خواندن، فهمیده و اندیشیدن که در اصول ثلاثه را بیان کرده بودیم. میتونید این قسمت را از اصول ثلاثه پیدا نمایید. و علم بأوامر الله و نواهیه، همچنین علم پیدا کردن در امرهای الله سبحانه و تعالی و نهیهای الله سبحانه و تعالی و شرائعه و احکام و شریعت هایی که الله بیان کرده است و احکامی که برای ما نازل کرده است، همه اینا رو آموختن. و شیخ میفرماید که و ما یحبه من عباده من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه، و آنچه که الله سبحانه و تعالی از بندگانش دوست می‌دارد، آنچه که الله از بندگانش دوست می‌دارد از سخنان، از عملهای ظاهر باطنی، به اینم اهمیت بدهد. و ما یکرهه من عباده، و آنچه که الله از بندگانش بد می‌بیند، ناخوش می شود، از سخنان و اقوال، فعلهای ظاهر باطن. و در آخر می فرماید که و من جمع هذه العلوم، اگر هر کسی که این علم را جمع کرد، این علم ها را جمع کرد، منظور از این علم ها که در بالا ذکر کردیم، اگر هر کسی که این علم ها را جمع کرد و هو من علماء ربانیین، پس این بنده از علمای ربانی قرار می گیرد. العلماء بالله، علمانی که الله را شناختن، و علما بامر الله، علمایی که امر الله را اطاعت و فرمانبرداری کردن و آن عمل کردن. این سخن ابن رجب رحمت الله علیه بود، در مجموع رسائل از ابن رجب مجلد اول ذکر شده است. نقطه ششم، لاهمیت العلم امر الله نبیه، در بیان اهمیت علم که الله پیامبرش را به آموزش آن علم امر کرده است و تزود فیه، و بر زیاد کردن این علم قال الله تعالی، الله تعالی میفرماید و قل رب زدنی علما، بگو ای پیامبر ربی پروردگار من علم من رو زیاده بگردان. و بدونید برادران و خواهران گرامی که الله سبحانه و تعالی هیچ نبی رو بر زیاد شدن هیچ چیز امر نکرد مگر علم. و قل رب زدنی علم، پروردگارم علمم رو زیاده بگردان، علمم رو بیافزای. و نصیحت علماها این است که التزود من العلم، بر زیاد کردن علم، توشه علم رو زیاد کردن، چگونه که ابن جوزی رحمت الله علیه میفرماید که و ما زال احرض الناس علی العلم، و هنوز هم و همیشه مردم را بر آموزش علم تشویق میکنم، لانه النور الذی یهتدی به، چون این علم یک نور است که به واسطه این علم انسان هدایت می‌یابد. این علم یک نور است که به واسطه این علم، به واسطه این نور انسان هدایت می‌یابد. در احکام نساء، احکام زنان، صفحه 28 ذکر کردم در ابن جوزی این را. و قال ابن حجر فرمودند که و قوله، قول الله سبحانه و تعالی و قل رب زدنی علما، پروردگار بر من علم را بیافزای یا که علم را زیاده کن، واضح دلاله، دلالت آن واضح است در بیان فضیلت علم. یعنی این قول الله سبحانه و تعالی که پروردگارم علمم رو زیاده نما، واضح روشن است بیان فضیلت آموزش علم است. لأن الله تعالی لم یأمر نبیه، چون که الله سبحانه و تعالی پیامبرش رو امر نکرد بطلب زیاد من شیء، با طلب زیاده کردن چیز، الا من العلم، مگر علم. هیچ چیز رو برای امر نکرد که از زیادی طلب نماید مگر علم. و قل رب زدنی علما. و المراد بالعلم، شیخ میفرماید مراد از علم در اینجا العلم الشرعی، علم شرعی است. علم شرعی است که یفید معرفت ما یجب علی المکلف، علم شرعی است
است که فایده میدهد، فایده میبخشد. شناخت این علم شرعی ما یجب علی المکلف، اون چیزی که بر شخص مکلف واجب است، من امر دینی، از امر دینش، از عبادت ها، از معاملاتش. فالعلم بالله و صفاته، و علم با الله سبحانه و تعالی، معرفت الله سبحانه و تعالی، معرفت صفات او سبحانه و تعالی، و ما یجب له من القيام بامره، و اون چیزی که واجب برای بنده از انجام دادن آن با امر الله سبحانه و تعالی، و تنزیه عن النقائص، و پاک و منزه شدن الله سبحانه و تعالی از کمبودی ها، از کمی ها، از ناقصی ها. و اصل انا همه انمی علم میفرماید که این تفسیر است و حدیث است و فقه است. سه چیز: تفسیر، حدیث و فقه. برای همه اگر علمای گذشته نگاه کنید به همین سه چیز بین نهایت اهمیت ویژه‌ای داده هستند: تفسیر، حدیث و فقه. بله، سه گفتن بوده. شیخ میفرماید که در اینجا که خیلی مهم است علم شرعی، علم شرعی که برای انسان دانستن آن لازم حتمی است، برای انسان فایده بخش، فایده آور است. برای شخص مکلف لازم است که این را بیاموزد از امر دینش، از امر عبادت‌هایش و از معاملاتش. این علم معرفت الله است، شناخت الله با صفاتش است، با ربوبیت و الوهیت و اسما و صفاتش است، و آنچه که برای بنده لازم است انجام دادن آن از امرهای الله سبحانه و تعالی، یا که دور جستن از نهیهای او سبحانه و تعالی، و پاک و منزه دانستن الله سبحانه و تعالی از ناقصی ها، از کمبودی ها، از کم گرفتنی ها. مدار انا همین دور مزد تمام انمی علمی که ما گفتیم در تفسیر، در حدیث، در فقه. سه چیز اگر بخوای به همین برات شخص میفهمد تا سه چیز رو. اولین چیز که باید بکنی، باید از الله سبحانه و تعالی طلب زیادن علم رو طلب نمایی، رب زدنی علما این یکم. دوم تفسیر، حدیث و فقه. اگر علم تفسیر رو فهمیدی همه علم رو فهمیدی. با سران انمی حدیث و فقه انمی تفسیر است. در این قول ابن حجر بود در فتح الباری مجلد اول ذکر کرده است. این رو میفرماید اذا ظهر العلم فی بلد کثر فیه خیر. اگر در هر دیار، در هر دولت، مملکت، شهری که در آنجا علم زیاد شود، ظاهر شود، در آنجا خیر زیاد میگردد، زیاده میگردد، در آنجا خیر زیاده میگردد. واقعا اگر نظر نماییم در هر جایی که شناخت الله، معرفت الله با ربوبیتش و الوهیتش و اسما و صفاتش و همچنین شناخت پیامبر صلی الله علیه و سلم و شناخت دین اسلام باشد، پس در آنجا خیر زیاد است. چه خیر مادی باشد، چه معنوی باشد. چون خیر دو قسمت، هم مادی است هم معنوی است. گاهی میشد یک انسان چیزی ندارد، فقیر است، ولیکن دلش گشاد است، روحیش بلند است، فکر میکند که از همه شخص بالاترین همون کس است، چون معرفت الله در قلبش دارد. اما اگر این نباشد که انسان در قلبش همیشه از ضیق یا تنگی، یک حسیات ناخوبی را پیدا مینماید، استرس میگن، استرس، هیجان، فکر، اندیشه های گوناگون انسان غلبه میکند، انسان چیکار میکند؟ از همه چیز میموند. برای همین شیخ میفرماید که اذا ظهر العلم فی بلد کثر فیه الخیر. اگر در هر شهر دیاری که علم زیاد شد، در اونجا خیر بیشتر میگردد. قال ابن قیم، دلیل اون را ابن قیم، سخن ابن قیم رحمه الله در اعلام موقعین میفرماید در مجلد سوم که فما خراب العالم الا بالجهل. خرابی هر عالم، خرابی تمام عالم نمی باشد مگر با جهل. معنی خراب میفهمینا از بین رفتن، نابود شدن هر شهر دیاره با چی است؟ با جهل است. بله، الله المستعان. ولا عمارته الا بالعلم. و آبادسازی هیچ دیار، هیچ عالم، هیچ شهری نیست مگر با علم. پس آبادسازی میشه باید علم را خوب بیاموزه. میفرماید شیخ ابن قیم که اذا ظهر العلم فی بلد، اگر علم در هر شهر و دیاری که زیاده شد، او محلت، یگو محله، کوچه و دهه زیاده شد، قل الشر فی اهلها، در اهل آن شهر و دهه بدی کم می شود. برای همین هر شهر و دیار و دهه‌ای که در اونجا معرفت الله نیست، معرفت دین اسلام نیست، معرفت پیامبر صلی الله علیه و نیست، در اون شر زیاد است، بدی ها زیاد است. اگر تو دوستان بینگری وزیر انسان را پیدا نمیکنیم مگر اینکه از این شر ها، از این بدی ها شکایت نماید، از نفس خود، از خانه خود، از درون خود، از جن شروع شده، انسان جنی و دیگر همین یک آفت شده است در بین مردم. سبب اساسی چی بوده است؟ جهل بوده است. در هر دیاری که جهل پیدا شد، همون شیخ ابن قیم فرمود که رحمت الله علیه بدی ها زیاد می شود، بر بالای اهلش بدی ها فرود می آید. اذا خفی العلم هناك ظهر الشر والفساد. اگر در هر جای، در هر دیار، در هر محله که پنهان شود علم، ظهر الشر، شر ظاهر می شود، آشکار می گردد، فسادی ها بیشتر می گردد. پس هر دیار که دیدی که در اونجا فسادی بیشتر است، بدون که در اونجا علم نیست، علم کم شده است. و در آخر نقطه خیلی زیبا رو میگه و من لم یعرف هذا، اگر هر کسی این رو ندانست، هو ممن لم یجعل الله له نورا، پناه بسوی الله، او از زمره و جمله آن کسانی هست که الله برای او نور نداده است، نور از قلب او گرفته است. این است بیان فضیلت علم. این نقطه اول بود.